تو حالا فکر کردی چرا ایران با این همه تبلیغ هنوز جنگنده های سوخو 35 رو رونمایی نکرده؟ یعنی هواپیماها رسیدن یا اصلا خبری نبوده؟ یا نکنه یه نقشه بزرگ پشت این سکوت عجیب پنهونه؟ اگه دنبال جواب این سوالا هستی تا آخر این ویدیو با من بمون، چون قراره همه چی رو کامل برات باز کنم. سلام رفقا، اینجا جاییه که با هم میریم سراغ واقعیت هایی که کمتر کسی راجبشون حرف میزنه. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع جنجالی دیگه، ماجرای ناگفته جنگنده های سوخو 35 توی ایران. ایران چند دهه است زیر فشار تحریم هاست، مخصوصا توی بخش نظامی و هوایی. الان میانگین سن هواپیماهای جنگی ایران نزدیک 40 سال شده، یعنی بعضی هاشون مال زمان جنگ ایرانه. پس اینکه ایران دنبال نوسازی نیروی هواییش باشه اصلا عجیب نیست. طبق بعضی گزارش‌ها از اردیبهشت سال 1402 چند تا هواپیما اومده بودن، مثلا 2 تا توی اردیبهشت، 2 تا توی خرداد و چند تا هم توی آبان ماه. حتی یک کیت نیمه آماده هم توی اسفند رسیده. ولی عجیب اینجاست که هیچ تصویر رسمی، هیچ مراسم یا حتی یه عکس ساده هم ازش منتشر نشده. خب این سکوت عجیب یعنی چی؟ 4 تا دلیل اصلی وجود داره برای پنهانکاری ایران از این جنگنده های پیشرفته. اولیش مذاکره با آمریکاست. الان ایران داره یه جورایی با آمریکا مذاکره میکنه، بحث برد موشک ها، فعالیت های هسته‌ای و غیره. اگه اعلام کنه سوخوها رسیده، ممکنه آمریکا بزنه زیر میز مذاکره یا روسیه رو تحت فشار بذاره. دومین دلیل هم میتونه این باشه که هنوز کامل آماده بکارگیری نیستن. احتمال داره جنگنده ها هنوز موشک و سیستم های کاملشون رو نگرفتن، یعنی پرواز آزمایشی شاید انجام شده ولی توی جنگ واقعی هنوز قابل استفاده نیستن. اگه فکر میکنی داستان سوخو 35 فقط یه شایعه است، چند ثانیه دیگه قراره با مدرک نشونت بدم که ماجرا خیلی پیچیده تر از چیزیه که شنیدی. دلیل سوم ترس از خرابکاری و حمله است. اگه اعلام رسمی بشه، اسرائیل یا حتی گروه‌های خرابکار ممکنه دنبال زدن این پایگاه‌ها یا رادارها برن. قبلا هم دیدیم که رادارهای ایران هدف قرار گرفتن. دلیل آخرش هم ممکنه به خاطر تحریم‌های جدید باشه. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشاره، اعلام رسمی خرید جنگنده‌های گرون قیمت ممکنه واکنش منفی بین المللی داشته باشه و تحریم‌های بیشتری به دنبال بیاره. حالا اینجا یه سوال مهم پیش میاد، چه موقعی ممکنه ایران سوخوها رو نشون بده؟ اگه مذاکرات با آمریکا شکست بخوره، ایران ممکنه از سوخوها به عنوان ابزار قدرت نمایی استفاده کنه. دومین سناریوی فرضی هم میتونه لو رفتن تصادفی باشه. مردم یا ماهواره‌ها ممکنه یه روز عکس یه سوخو رو بگیرن و داستان لو بره. اگه تا اینجای ویدیو برات جالب بود یه لایک بزن که بدونم از این مدل موضوعا خوشت میاد و تا تهش با هم باش، چون قراره یه نکته محرمانه رو بهت بگم. اگر سوالی راجع به جنگنده های سوخو 35 داری حتما توی کامنت ها ازم بپرس. مرسی که ویدیو رو لایک میکنی، چون هر لایک شما به هم انرژی میده واسه ساختن ویدیوهای خفن‌تر. سناریو سوم میشه گفت که لو رفتن توسط کشورهای دیگه باشه. ممکنه یکی از سایت‌های نظامی خارجی عکس‌های ماهواره‌ای منتشر کنه و ایران مجبور بشه تایید کنه، یا شاید توی مراسمی مثل هفته دفاع مقدس یا دهه فجر ایران بخواد رسمی نشونش بده.
ولی خب الان حتی این مراسم ها هم به خاطر شرایط امنیتی ممکنه لغو بشن. این همه سکوت درباره سوخو 35 یه نشونه است، نشونه یک استراتژی حساب شده که ایران داره با احتیاط جلو میره، ولی به احتمال زیاد تا 1 سال آینده عکسهاش توسط مردم یا ماهواره ها پخش میشه. اون موقع دیگه نمیشه چیزی رو پنهون کرد. خب رفقا، نظر شما چیه؟ فکر میکنید ایران واقعا این جنگنده ها رو داره یا فقط یه بازی تبلیغاتیه؟ توی کامنت ها حتما نظرتون رو بنویسید. اگه از این مدل ویدیوها خوشت میاد حتما لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.